کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که روزهای ششم و هفتم اکتبر سال 2023 در وادی‌های جمهوری بارشات شدید پیش بینی شده. به احتمال غالب این بارشات شب ششم به هفتم اکتبر در منطقه‌های بلندتر از 2500 متر از سطح بر به برفریزی خواهد پیچید. در اکثر نویه‌های تابع مرکز بارانی‌های شدید و رعد و برق پیش بینی کرده می شود. در برخی نویه‌ها وزیدن شمال سخت با سرعت 20 متر ثانیه نیز پیش بینی کرده می شود. بنا به پیش بینی اگنتی هواشناسی حرارت هوا روزانه از 8 تا 10 درجه طبق جدول سلسی پایین می فراید و سرعت شمال برعکس تا به حد 18 متر ثانیه افزایش خواهد یافت. روزهای ششم هفتم اکتبر در نویه‌های کودامن و کوهستان تاجیکستان فرو آمدن سیل‌ها نیز پیش بینی کرده می شود. بر اثر بارشات شدید سطح آب در دریاهای یوغسو و قزلسو و همچنین در دریاهایی که از قطارگاه‌های اسهار جاری می‌شوند می‌تواند بالا رود. به دلیل بارشات شدید رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده از احتمال دور نیست. احتمال افزایش صدمه‌ها در راه‌ها بخصوص در راه‌های منطقه‌های کودامند و کوهستان، محدود شدن حرکت نقلیات بر اثر خراب شدن پل‌ها و راه‌ها، احتمال زیر آب ماندن نقطه‌های اهل و نشین در صورت تازه نکردن کانال‌های سیل پرتو و درست کار نکردن شبکه زهبورها. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر حمایت خانه‌ها و اولیه‌ها از اثرات سیل از ساکنان خواهش می‌کند که تمام جوی و کانال‌ها را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. کمیته همچنین از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که چاره‌های امنیتی را جداً رعایت کرده در این روزها از رفتن به کوه‌ها و جمع‌آوری هیزم و محصولات‌های دیگر که در کوهستان می‌رویند خودداری کنند. کمیته از همه خواسته است که هنگام استفاده از راه‌های کوهستان از احتیاط کار گرفته فاصله نقلیات خود را برای چنین سفرها آماده کنند و حد امکان از سفر به منطقه‌های خطرناک خودداری کنند. در صورت پیش آمدن یگان حالت فوق‌العاده با رقم 112 و یا با رقم‌های 93 880 28 19 992 37 223 13 11 به کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر دهند.